هذا النور شفاء صدور. مرد بود در راه می رفت. یک زنی با حجاب از پیشش می گذرد و شمال می شود سطر او از جایش بیجا می شود و مرد او را دیده عاشق می شود. مرد به خانه آمده به مادرش این واقعه را خبر می کند و می گوید که رود آن دختر را خواستگاری کند. مادرش خواستگاری می رود بر خانه همان زن و زن می گوید من شوهر دارم. مادر به خانه آمده پسرش را می گوید آن دختر شوهر دارد. پسر بر مادر خود می گوید من عاشق او شدم. من به او زندگی کرده نمی توانم. وی باید همسر من شود. مادر جان، روید باز همان خانه و بر او گوید که از شوهر خود جدا شود و بر نکاح من درآید. مادر را مجبور می کند تا دوباره به خواستگاری برود. مادر باز بر همان خانه رفته به زن سخنهای پسرش را می گوید و زن در جواب می گوید پسرت را گوید که مدت 40 روز او باید شبانه روز عبادت کند. بعد 40 روز من راضیم که در نکاح او درآیم. مادر آمده بر پسرش سخنهای زن را می گوید. پسرش که عاشق بود و عاشق سخت شده بود راضی می شود. جوان لباسهای تازه پوشیده بر مسجد می رود و 40 روز فقط عبادت می کند و در روز 40 مادرش طعام گرفته با پیش پسرش به مسجد رفته می بیند که پسرش عبادت کرده ایستاده است. مادر می گوید پسرم خیز می رویم امروز تو با عاشقت خانه‌دار می شوی. پسر می گوید مادر جان، من در این مدت عاشق یافتم که ارزنده عاشقی است. بغیر این کسی نمی ارزد به عاشق شدن. رفته بگو که من عاشق دیگر کس شدم و نمی خواهم که دیگر از این عاشقی هم جدا شوم. یعنی عشق الله و سر به سجده شده است. الله اکبر. شاید این حادثه برای بعض جوانانی که عاشق می شوند درسی شود. الله تبارک و تعالی هر یک شخص را یک چیز سبب می کند که هدایت یابد. الله هر یکی ما را هدایت کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.